خواستش نیستش که این چه وضعیتیه. شما خودت میدونی نباید آخرین واقعا من خواهش کردم از شما. ببینید من خواهش کردم، مگر پدر خواهش کردم. شما خب با این وضعیت داری اینجا کار میکنی؟ من دیگه به قرآن دیگه کار نمیکنم. به خدا دیگه کار نمیکنم. اگه من الان به صورت حالا اتفاقی اینجا نمی اومدم به خدا شما به صورت زیر زمینی داری کار می‌خواستم تمیز کنم. چی میده این یخچال؟ یخچال خاموش کردم، الان روشن کرد. الان تازه روشن کرد. چه بویی میده داخل یخچال؟ الان هیچ بویی نمیده. یعنی ببین من اصلا واقعا تو طول مدت بازرسی هم یه فاجعه این شکلی تو لبنیات ندیده بودم. اولین بار همچین چیزی رو دارم میبینم. خب خواهش کنی تو چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ این وضعیت فاجعه اینجا درست کردی؟ بعد نگاه کن چه حجمی از حالا ماست هم زده. من خب دیدم به متصدی داری همین ماستو میفروشی. با اون متصدی هم باید برخورد بشه که میاد از شما تو این وضعیت داری تولید میکنی، میاد از شما لبنیات میگیره. آقا این چه وضعیتیه؟ من کجاشو ندید؟ مگه میشه اینجا رو ندید گرفت؟ من خواهش کردم از شما. من پدر خواهش کردم. ببین آقای این صحبت موضوع شخصی نیستش من بیام بگم شما جای پدر منی. خب اینو که داری تولید میکنی که دست مردم گناه دارن. خب این چه وضعیتیه؟ من دیگه کار نمی‌کنم اصلا. مشتریای خاصی داری دیگه میان ازت میگیرن، درسته؟ خودت پخش میکنی؟ و همین راحت ازت میگیرن. دارم یه خانم داره همین کارو میکنه. شما لطف بکن هر جایی که هست آدرس به من بده که من بتونم پیگیری بکنم. قسمت کجا رو صرف نظر بکنم؟ مگه میشه شما جایی گذاشتید برای صرف نظر کردن؟ ماه داری به این شکل کار میکنی اینجا؟ یکی 2 ماه آمدم. یکی 2 ماهه؟ ولی با این وضعیت مدارک بهداشتی هم هیچی نداری. علاوه بر اینکه مدارک بهداشتی نداری، شرایط نگهداریت اینجوریه، وضعیت نظافت این شکلیه، اینم وضعیت ساختمونیته. یه شماست خب این رو تمیز مثلا شما میگی تمیزه. بیرونش چیکار داری؟ بیرونش چیکار دارم؟ بیرونش یعنی هر شکلی میخواد باشه. خودت باید یه مقدار وجدان داشته باشی. وجدان دارم. آخه خب وجدان داری پس چرا این چه وضعیتیه درست کردی؟ به نظر شما این کاری آدم با وجدانه، با اخلاق آخه. شما اصلا پلم نکن، من این درد 4 تا جمع می‌کنم. اینجا پلم میشه. بعد بررسی‌های بعدش حالا اون روند اداریش طی میشه، بعدش تصمیم میگیری میخوای چیکار کنی.